فقیر و مستحق میوه خشک و میوه عید میخرید. حالا نظر شما را میخوایم که نظر شما چی است؟ 4000 5000 6000 7000 ایم 7500 افغانی. نیافتم، اما امروز خوشبختانم امروز سر خوردم اون اونجا بوت رنگ میکنه. ما هم میرم در نزدش. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر و خیرت؟ بوتای ما رو رنگ میکنین؟ چند رنگ میکنین؟ برای سبز سفید روش که برای فقرا و مستحقین مواد خوراکی بگیرین. اینا ما تسلیم شما کردیم. 320 70 تقسیم 20 1150 روپیه. این هنوز هم در روز 11 روز هنوز هم به عید رمضان مانده. این 5 روز اگر بانه چه خواهد شد؟ به هر صورت خدا شما را عجب برای بخیر. این دنیا آخرت شما را خار نکنه دیگه. آمین. سلامت باش. 3430 افغانی شد و این بل ما 3400 افغانی شد. خارجی بس چند؟ او خارجی میبردن ما خو 100 میفروشیم برای شما 95 افغانی. سلامت. وطنیش کی است 90 افغانی. صحیح سلامت. بیننده های عزیز توب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب و روز همه بخیر. حیات الله ساقی پاسم در خدمت شما هستم. امروز 19مین روز ماه مبارک رمضان 19 مارچ و 29 هوت است. شاید فردا روز اول سال نو هم باشه. یک تشکری ویژه میکنم از وطندارای عزیز ما که در ماه مبارک رمضان در کنار هموطنان عزیزتان قرار گرفتیم. شکیب جان شاید مزاحمت کنم متاسفانه در نام شکیب تخلصش چی بود؟ شکیب فرید. شکیب فرید برادر زبیر فرید که برادرش چند روز پیش برای ما پول ارسال کرده بود. ما به هموطنان عزیز ما مواد خوراکی گرفته بودیم، حالا دوباره ارسال کرده. اما از شما ما یک نظر میخوایم. اگر گزارشات ما را پارسال در ماه مبارک رمضان دیده باشین، ما در 8 روزی که به ماه مبارک رمضان ماند به جای خریدن مواد خوراکی به همین فقیر و مستحق میوه خشک و میوه عید میخریدیم. حالا نظر شما را میخوایم که نظر شما چی است؟ باز هم چند روزی که به عید مانده با پولی که شما ارسال میکنین به ما بخیر اگر ارسال کردین مواد خوراکی بگیریم یا میوه خشک بگیریم. این دیگه حتما در کامنت برای ما نظر و پیشنهاداتتون را ارائه بکنید که باز ما ان شاء الله مطابق با پیشنهادات شما عمل میکنیم. در اینجا یک نفر از بوت رنگ میکنم. چند روز پیش دیدم آمدم دفتر وسایل که گرفتم پس رفتم پشتش نیافتم، اما امروز خوشبختانم امروز سر خوردم اون اونجا بوت رنگ میکنه. ما هم میرم در نزدش که بریم برایشان یک ذره مواد خوراکی بگیرم. دخترای خاله خواهش میکنم که زود برو که ما اونجا مصاحبه داریم. بیا به اینجا که همین کاکا میبینید نشسته است که امروزشان چند لحظه صحبت بکنیم. سلام علیکم. و علیکم. چه حال دارین قاری صاحب؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر و خیرت؟ بوتای ما رو رنگ میکنین؟ چند رنگ میکنین؟ نامتان؟ نام رحمت الله. چند سال مشکل کاری بوتا میکنی؟ ما کار 2 سال کمتر میشه. عروسی کردین؟ چند فرزند دارین؟ یک فرزند داریم، 5-6 تا بوتل کردیم. 6 تا بوتل کردیم، یک فرزند داریم. چند سال است؟ 3 ساله. 3 ساله است؟ روزانه چند کار میکنی گفتی؟ روزانه بسیار کشه و 120 ساعت اون چطور میشه، بیشتر از هم نمیشه. روزوات نشود دیگه. خانه کجا است؟ خانه فعلا در نواباد پیشتان و خیبر در اصل سنچاره است. در خانه چی داری برای خوردن؟ برای خوردن فعلا هم هیچ چیز نداریم بغیر از 2 بلونی را پخته کنیم دیگه چاره ای نداریم. شما این چپلی از کی هستی؟ چپلی هم این چپلیش هم بدوست؟ شده تا جمع کن، ما شما را کار داریم میریم.
منډه‌ای میری من باید تو سودا گرفتم میتات من یا چیز کمک میکنم گفتونه این اجازه باشه این بودن استفاده وقت میگیره باش ما وقت داریم ما برای شما 2 ساعت 3 ساعت وقت داریم این میگه کارو میکنم من بدم رنگ کنم نه خیر است خیر است گیره خلاص کو برش ما اینجا منتظرت میشینیم باز میریم این منتظری شما رو من خالق تجاب بگم نه ما راضی هستیم ما رضایت داریم اگر ما خدا نخواسته ناراضی باشم باز صحیح است الانتظار اشد من القتل نه ما حوصله داریم دیگه باز و به اختیار شما ما راضی هستیم شما کار خلاص بکنید باز میریم خوش ان شاء الله صحیح صحیح بینندگان عزیز جناب اسدالله غنی‌زاده برای نمی وطندار ما مبلغ 7500 افغانی ارسال کرده بود 2 روز پیش از این سرگردان بودم که را پیدا بکنم خوشبختانه باز اینا را یافتم ولی همیشه برشان تسلیم میکنم سلام علیکم چه حال دارین خوب هستین بخیر صحتمند خیر خیرت چند روز پیش ما بر شما یک ذره مواد خوراکی خریده بودیم سلامت زنده باشه باز یک وطندار با احساس ما زمانی که شما را در این وضعیت دید اونا باز امو زکات سرساییشون برای شما به مبلغ قبولش کنه 7500 افغانی براتون ارسال کرده بود دیگه 2 روز پیش شما سرگردان بودم که بالاخره امروز شما را یافتیم دیگه برگ سبز سفید درویش نمیره بگیرین تسلیم شوین یعنی ما براتون یک حساب کنیم 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7500 افغانی برگ سبز سفید درویش خیر بینم برادر هر کس کمی کمک کرده خدا دی دنیا و دنیا اجرش بده بسیار غریب هستیم این بچه کالانی ما از موتر داده 6 سال از جای بجا است کردیم باسکل میگردیم گاهی میشه و گاهی نمیشه خدا مهربان و نمور سوداری آورد ما 2 روز آرام بودم من امروز باز گفت برای خداوند پاک اجرش بده برش سلامت خانم تشکر بخیر باشه بینندگان عزیز ما در منجوی مزار شریف هستیم از شکیب جان یک تشکری ویژه میکنم که بازم در ماه مبارک رمضان در کنار همچون افراد مثل قاری رحمت الله قرار گرفتیم خانه آباد خداوند صدقتون را قبول بگرداند پیش یک برادر عزیز ما هستیم که از اینا همین چیزایی که ما معمولا برای یک نفر میخریم از اینا میخریم امیدوار هستم که برای ما سر ارزان حساب بکنی از چیره خونم خدا معلوم میشه که حتما ارزان حساب میکنه سلام علیکم چه حال داره؟ شما خوب است؟ خوب هستید؟ بخیر صحتمند خیر خیرت شب و روز بخیر میگذره؟ راحت باشین بشین شما بشین ما اینجا در کنار صحبت نه خواهش میکنم شما اونجا بشینید نامتان حاجی نعمت الله حاج صاحب چند سال میشه که در من این دکان دارید 11 سال میشه 11 سال میشه شما شاید بعضی پروگرام‌های ما را دیده باشین ما در ماه مبارک رمضان برای افراد مستحق مواد خوراکی میگیریم بسیار خوب حالا دیدیم باید شما دیگه بیجک حتما دارین دیگه کار دکان مگه بدون بیجک نمیشه نه شما یک بیجک بگیرین یک بیل بگیرین ما چیزا رو براتون میگیم شما بس نوشته کرده بودین خب آرد بچه چاپ چند است؟ آرد بچه ها برای شما میاد 1200 قیمتش میاد خود دارین؟ بله دیگه یک آرد دیگه میتونم از کده بالاست با زورم برای شما 200 روپیه به خاطر چی که از بچه چاپ کده خوب است؟ کده بالاست آردش هم خوبی شد داشک بلانی همه چیز میشه برای نوشته کنید خانه آباد تشکر ولی به خاطر که در غریب مستحقین میتین به خاطر از همون سلامت خانه آباد شما من شده این ثواب شریک میشین یک بوجه برشان بله دیگه چی بگم روغن 5 لیتر چند است؟ روغن 5 لیتر برشان میاد 480 روپیه بلاک سپر سلامت روغن 5 لیتر یک بوشک است بله حاج صاحب
برنج وطنی چند است؟ برنج وطنی یکی شلاباب داریم یکی پلاوباب. پلاو و شلاباب شما اومه 3500 اگر شلاباب 300 داره. اما 3.5 داره نوشته کنه. خب لوبیا 110 است؟ لوبیا نه ارزان تر است. چند شده؟ او برای شما 107 روپیه قیمتش. 107 بله 2 کیلو نوشته نخود 90 است؟ نخود نه وطنی نیست خارجی است. خارجی باز چند؟ او خارجی میبرتون ما خو 100 میفروشیم برای شما 90 روپیه. سلامت. وطنیش کی است 90 روپیه. صحیح سلامت. ما از سرای مدیر قیم هم خریدیم اما خارجی رو برای ما با قیمت 90 برم 90 حساب کردنی بود وطنیش نداریم. به اصل مشکل نیست سلامت باشین. 2 کیلو نوشته کنین. 2 کیلو. چای چند است؟ چای از 3.5 سال گرفته تا 2.5 سال. نه از همون 2.5 نیم کیلو نوشته کنین. و مای ظرفی ریکا هم 100 افغانی داریم. بله. یک دانه از اون نوشته کنین. مای ریکا یک دانه. آش بریدگی 25 است یا 20؟ او برای شما ما 22 روپیه. 22 روپیه؟ بله. 5 دانه از اون نوشته. آش ایرانی هم 5 دانه. خب اینا چند است؟ اینا برای شما 100 روپیه قیمتش. 100 افغانی؟ بله. این مال وطنی است اما کیفیتش از دیگه کده بالاست. بله. او کلانش خود 200 او است. کلانش 200 روپیه. یک دانه از کدامش ماشین بگیرم؟ این از این رو بگیرم یک دانه. مکرونی رو هم یک خلطه. یک دانه هم روب بگیریم. روب هم یک دانه. گوگردم 10 افغانی است. بله. یک دانه گوگردم بگیریم. یک دانه. یک حساب کنین شما چقدر میشه؟ باز اینجا ما حساب کتاب داریم. دو هزار و 930 روپیه. 2930 افغانی. بله. 930 افغانی. یک دانه نمک هم نوشته کنید 40 روپیه. نمک هم یک بسته. این چیلم سرش پرتو؟ 2970 روپیه. 30 روپیه هم یک دو دانه. صابون نداریم؟ بله صابون. صابون چند است؟ صابون خیلی دو بسته می‌دارم. صابون اگه نه قیمت است. سلامت. صابون هم دو دانه. چند شد؟ 3000. 20 روپیه 40 روپیه است و 10 روپیه. بسیار زیاد تشکر خانه آباد باشه. قیمتش برای ما معلوم بود خانه آباد. سلامت باشین. یک دو این 3000. یک ساعت تشکر. شما خیلی آجیس محترم از روی بیجک جمع کنین. من فقط میرم برای می کاری صاحب یک سر کچالو یک سر پیاز میگیرم اینجا میارم. درست صحیح؟ بسیار زیاد تشکر. مزاحم خواب شما هم شدید. یعنی مهم نیست. خانه آباد بخیر باش. قاری صاحب رحمت الله این ما به مبلغ 3000 افغانی برای شما مواد خوراکی از یاجوسای محترم گرفتیم و 330 افغانی منو یک سر پیاز و یک سر کچالو شد. این هم 100 افغانی کرایه رکشا یا زرنگتان هستن. این پول یکی از هموطنان ما به نام شکیب جان است و برای ما ارسال کرده بودن. برای صف صوفه دروش که برای فقرا و مستحقین گفت مواد خوراکی بگیرین. این ما تسلیم شما کردیم. خداوند او به نام شکیب جان که معاونت و همکاری را که برای ما کرده، چون که ما البته مجبور بودیم، نیازمند بودیم، شما حالت ما را دیدین، از حالت ما خبر شدین، این کمک برای ما کردین.
الله رب العزت اون نفری که به نام شکیبه است و شما هم از جمله کارمندایش که هستین سلامت. خداوند در روز قیامت همزمانی که ما و شما از این دنیا میریم همون دقیقه از تلخی جان کندن، از سر پل صراط، از عذاب قبر، از سوال منکر و نکیر خداوند حفاظت بکنه. آمین. الهی من همه ما و شما را و خصوصا کسانی که او در ماه مبارک رمضان کمک میکنه یک بر هزار خداوند قبول بکنه. سلامت باشین. در روز قیامت شاد و خرم باشه. همه ما و شما از اوجا امیدوار هستیم. خانه آباد باشه. این در موتر در می رکشا بار کنین ان شاء الله. فقط برین امرای اشتکاتان نوش جان بکنین. روز خوش، خدا نگهدار. سلامت باشین. از عزیزایی که تازه با ما پیوسته یک تشکری ویژه میکنم، خصوصا از بانو نازنین نوابی که چند شب میشه برای ما کامنت ارائه میکنن. این روزها دیگه جیب مردا توسط مادرای عزیز ما، خواهرای عزیز ما، خانما همون خالی میشه که هیچ پرسان نکنین. این کوچه زلال مارکت جوزجانی و کوچه سیدوکان پر از خواهرای عزیز ماست، پر از مادرای عزیز ما. گذشتن از اینجا تا بسیار مشکل است. این هنوز هم 10 روز 11 روز هنوز هم به عید رمضان مانده. این 5 روز اگر بانه چه خواهد شد؟ به هر صورت ما دیدین از پل شکیب جان برای او قاری کمک کردیم. حالا یک سر میزنیم باز ببینیم که نصیب و قسمت کی میشه، کی با ما سر میخوره که برش مواد خوراکی بگیریم. بعد چیزی که در ابتدا براتون اشاره کردم شما بازم او را یک تاکید بکنید، برای ما کامنت ارائه بکنید که 8 روزه که با عید رمضان ما مواد خوراکی بگیریم یا میوه عید بگیریم. این حتما در کامنت برای ما این مشورهتون ارائه بکنید که با مشوره شما ضرورت داریم. یک رقم آفتاب است، گرمی است که از همین روز همین لحظه آدم احساس میکنه باید در خانه کولر بشینه. چی برسه به تابستان، چی برسه به سرطان و جوزه. میریم بخیر. بیننده عزیز، ما پارسال همراه تیم شاروالی مزار شریف پیش حاجی صاحب آمده بودیم. حاجی صاحب یک استدلال بسیار منطقی در برابر کارمندان شاروالی مزار شریف داشت. در 5 روز ویدیو 1 میلیون ویو داشت در صفحات اجتماعی خصوصا در فیسبوک. بروز از تیر میشدم حاجی صاحب گفت چی کدی پیسا رو از ویدیو گرفت، پیسا رو که گفت حاجی صاحب والا کردم چیش من دیده باشیم. برشان وعده داده بود ما تو میایم از پیش حتما یک سر مواد خوراکی برای بعضی هموطنان عزیز ما میگیریم. اینجا یک نفر خالق کردیم برشان مواد خوراکی میگیریم. حاجی صاحب محترم سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر هستید؟ عافیت دارین؟ بخیر شب روز بخیر میگذره؟ بخیر باشین. همراه ماه مبارک رمضان. سلامت زنده باشین. اینا به خاطر جنجال مونتون آمدید. میخوام زنده باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. میشه خود یک باز معرفی بکنید؟ اسم حاجی محمد اسلم است، یک تن از دکاندارای بنده مزار شریف. آقا چند سال میشه دکان داری؟ ما از سال 83 دکاندار هستم. همین ویدیو که در فیسبوک وایرال شد 1 میلیون نفر مردم براتون زنگ زد مسیج ماند. حالا از دوستا از خارج زیادتر هر کدامشون ویدیو را فقط چی میکنن مسیج میکنن ارسال میکنن میگه چه رقم شد دکانت مورولاک شد؟ ما گفتم نه مورولاک نشد. خاموده که سلات بخورم ما کردیم. خانه آباد سلامت. برسول بچه شما بلتون رو بگیریم، یک قلم رو بگیریم، یک چند مواد خوراکی است. آرد چند است؟ آرد قزاقی که نان شود خوبیش باشد برش همون تخفیف ماه مبارک رمضان گرفته 320 70 تقسیم 20 1150 روپیه. 1150 یک بوچه نوشته بود. گرچه شاروال صاحب برای ما نرخ داده 1400 ما از زیر نرخ شاروال صاحب سودا میکنیم. نه دیگه نه آرند چه یافتی. روغن 5 لیتره چند است؟ بله روغن 5 لیتره. روغن 5 لیتره هم محترم 400 خاطرتان جمع میباید نرخ میگم که دم نرخ اینو برای ما معلوم بشه بگید. خاطرتان جمع باشه. اینو برای ما معلوم بشه. 20.4071 تقسیم. همین رو ایراد کنیم بابا شما خاطر چی سال هستین؟ لطفا 480 روپیه. صحیح است. 480 صحیح است.
برنج وطنی چند است؟ هم پلاو هم وطنی 3 قسم وطنی هست. نمی هم پلاو شد هم پلاو شده و هم شله شده 380 روپه. اگر که تنها شله شده 300 روپه. نه اما هم پلاو هم شلم ما 300 جا خریدیم خدای سره دید. خانه آباد لیست ما کجاست؟ کمپار جیب نشون از اون روی لیست زود برای چه بخونیم باش. اینجا مقصد ما در دیگه لیست هم خدمت. داریم آجی صاحب ما در خدمت. چند دقیقه پیش خریدیم خب ما در خدمت. برنج هم شد لوبیا اول چند است؟ لوبیا اول 100 روپه. 2 کیلو نخود چند است؟ 90 روپه و 100 روپه. 90 روپه 2 کیلو نخود وطنی هم نه نخود نه راستی لو چی بود؟ نخود اصلا سه ماش بود نه؟ سه نه ماش هم بگیریم خوش. ماش هم چند است؟ 90 روپه. 2 کیلو چای نیم کیلو 125 افغانی میشه 250 است نه؟ خوش. بله. مایه ریکا 100 افغانی؟ بله. مایه ارزان باشه از ریکام که بالایش براتان میتونم مایه نظافت استاد امید میگه یکی از استادای ورزشکار ماست که امی کمپانی را پیش میبره. یعنی تبلیغات کردین دیگه ولی ارزان کنین نه ایرا یکی از تبلیغات است یکی هم آدم کیفیت جنس هم میگه. چند است 90 روپه حساب میکنم. صحیح خب آش بریده 20 است 25 است 20 روپه. بگیرین 5 دانه خوش. روب چند است؟ روب هم 80 روپه. روب فریال براتان میتونم محصولات وطن خود ماست باید تقویه شود جنس با کیفیت است. تولید وطن افتخار بله وطن. بله. سلامت و نمک چند است؟ 40 روپه. 40 افغانی صابون هم دارین است؟ بله. صابون چند است؟ 20 روپه صابون خوبیش. صابون خوبش صابون مالزیا خوبیش 20 افغانی. 20 افغانی بله 72% مالزیای اصلی. سه 4 دانه وزیر بانه خوش. 4 دانه صابون نمک یک پاکت نمک چند 40 حساب کردیم؟ 40 روپه. 38 روپه شرکت توزیع 40 میکنه. صحیح است 40 دیگه صحیح است صابون هم 4 کلچه. 4 کوچه با یک دقیقه دیگه چی مونده رکن شد گوگرد هم 10 افغانی یک دقیقه بگیریم هیچ گوگردش هم تو مجانی کمک ما باشه. سلامت خانه آمد خدا زیاد براتون متاسف زنده باشه. این اگه حساب کنیم نه نرخایش هم اینه که حالا دم کامرا ما یک گپ بزنیم همین نرخا را دینمی دلار شما دیگه امتحان خود دادین دیگه دمی دلار که فعلا 71 روپه است دمی دلار هر چقدر دوستا که بخواد دمی روز تا بگم برشون دمی نرخ میشه. خانه آمد یک حساب کنیم ما زیادتر سر محصولات وطن کوشش میکنیم که بهترین کار میکنین آجی محترم بهترین به خاطر که محصولات وطن زحمتش زیاد کشیدن جنس های فوق العاده دکاندارا اگر برشون بازاریابی نکنین کی میکنن امی جنس های با کیفیت جور کنن که نمیاله فرض مثال نمی رو به فعالیال را که ما میگیم اینمی رقابت میکنه که رو به نورس ایران از جنس ایران که با کیفیت است به کیفیت نه یا فرض مثال همین مایه فرض مثال نظافت را که ما براتون میگیم یکی از استادای ورزشکار ما و شما به نام استاد امید است بنده خدا که هم آفرینش که هم یک کلپ پیش رهبری میکنه هم در پولوش جنس کشیده که ما رقابت میکنه که محصولات بیرونی تولید وطن افتخار تولید بله یک حساب مجموع شما 3050 افغانی گوگردش هم مجانی 3050 بالا این اولتر از همون هم گوگردش اینجا بانم که فراموش کنم این 3000 محترم این یک پنجایی سلامت باش حالا محترم شما مطابق همه بیجک جمع کنید اینجا بانید مرا تکثیر کچول اکثر پیاس درست است؟ بسیار زیاد تشکر شد زنده باشید موفق باشید خانه آمد بخیر باشید
خانه کجاست بابا؟ حالا طرف نساجی. بیا اینجا بشین، بیا اینجا نزدیک ما بشینه، بیا چند دقیقه قصه کنیم باز میریم امروز. خانه کجاست گفتی؟ طرف نساجی. نساجی. نامتان؟ ما سایفیدیم. سیف‌الدین. خانه چند نفر هستین؟ حالا جان نفر است. 10 نفر؟ بچه کلانتان چند سال است؟ این از دیگه هم تا کلانتر 12 ساله این 9 ساله. چی کار میکنه او بچه؟ درس میخونه. دیگهش دختر است کلش؟ درس. اونا کلان است؟ که دیگه هم از دیگه خودتر بچه. دیگه دخترتان کلان است؟ مال خدا داد آنها خواهد. شکر. روزانه باز چند کار میکنی؟ کار به روز 100 روپیه، 100 روپیه، 80 روپیه، 50 روپیه. خانه گفتی کجاست؟ نساجی؟ نساجی انتر کوچیک کلینیک میگه. ها از این مزار شریف هستین؟ یا از دست تاشقربان هستیم. اینجا هستیم. از تاشقربان هستین؟ امروز چند کار کرده بودی؟ امروز در به کار مسافر به دیگه داد. 100 روپیه برتون سرسایه و زکات داد. دین روز چند کار کرده بودی؟ این روز هم سپاهی کرد. 400 روپیه چشم موجه. ها؟ چشم موجه. این بچه برای این نمی‌کنه. چشمت نمیبینه؟ خاطر اینجا غلطه که چه قسم آوردی؟ این بچه کش می‌کنه. اردوش نمیبینه؟ نه ازش نمی‌بینه. این شما رو خیلی می‌بینم. امیال مرا میبینی؟ این خیلی می‌بینم شما رو. این از مادر ذاتی هم متوده؟ یعنی میره ما به مبلغ 3050 افغانی برات مواد خریدیم. 350 افغانی یک سیر کچالو و یک سیر پیاز است. ایره یک هموطن ما است به نام شکیب جان است، پول روان کرده بود، گفت می افراد فقیر گفت مواد خوراکی بگیرین. یعنی برگ ساس صوفی درویش قرار بگیر خانه بود. خدا شما رو خواهش می‌کنم. ما کمک الله پاک بعد روز نماز الله خدا بخیر دیگه. خیلی ببینید. آمین بیا یک آغوش بتبریم. یک آغوش بتبریم. شما رو عجب برای. خدا با شما رو عجب برای. بخیر. این دنیا آخرت شما را خار نکنه دیگه. آمین. سلامت باش. سلامت باشید. قرار امرای بچیتان برین. برین بخیر. بینندگان عزیز از شکیب جان یا شکیب فرید یک تشکری ویژه میکنیم. یعنی بین ما که نفر اول بود 3430 افغانی شد و این بین ما 3400 افغانی شد که ما برای 2 نفر مواد خوراکی گرفتیم. برگ سبز توفیق درویش شما دیدین ما برشان تسلیم کردیم. 1000 پول دیگه هم پیش شما مانده. فردا بخیر ان شاء الله برای 2 مستحق دیگر هم ان شاء الله مواد خوراکی میگیریم. یکی نصیب و قسمت کی میشه او را پروردگار میفهمه. تشکر میکنم از شما. خانه تان آباد که در ماه مبارک رمضان در کنار هموطنان عزیزتان قرار گرفتین. اگر باز هم میخواین که در کنار همچین افراد مستحق باشین، ما پل ارتباط بین شما و امو مستحق هستیم. هوا بسیار گرم شده، امروز تشنه شدیم. ما میریم برای یک برنامه دیگر انشالله آمادگی میگیریم. تا فردا همه تان را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان باشه.